میتونیم بزنیم دوستا بچه هم بیان حتی. خب بچه ببینیم راه حل خدا چیه راجع به این موضوع. نه ببینیم راجع به این دوسته غلط ببینیم واقعا خدا چی گفته راجع به این. مطمئنم خیلی هممون میدونیم. یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم که برای همدیگه هم مفید باشه. یه وقت تو زندگیمون با این موضوع روبرو شدیم جوابشو بدونیم واقعا خدا چی میخواد از ما. باید بدونیم چجوری در مقابلش وایسیم. یه چیز کلیدی در مورد همین دوستی غلط یه چیزی که باید هممون یادمون بیاد که هم شکل دنیا میاد خیلی مهمه. خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی هم شکل دنیا میشیم نمیتونیم هم شکل خدا بشیم. و واقعا همونجوری گفت ساناز هم شکل دنیا شدن هیچ چیزی نداره به غیر از اینکه اون سیاهی‌ها و تلخی دنیا رو به خودمون بگیریم و شبیه اون بشیم. فکر کنم هم شکل دنیا باشن فقط برای اون لحظه خوش می‌گذره هیچ وقت کافی نیست. آره فقط برای اون لحظه یهو تشنه فرض کن مثلا تشنه هستیم نه یهو مثل اینکه مثلا فقط کم آب لیوان می‌خوریم بعد دوباره بعد چند ساعت دوباره تشنه میشیم و چه قشنگه. من یه مثال می‌خواستم بزنم راجع اون زن سامری توی کتاب مقدس هست که وقتی میره بغل چاه آب میخواد آب بکشه بیرون بعد مسیح میاد پیشش میگه تو دنبال آب من یه آبی به تو میدم که هیچ وقت تشنه نشی. دقیقاً اون آبی که اون زن سامری می‌خواست از چاه بکشه بیرون آب دنیا بود ولی عیسی مسیح خدای زنده به ما یه آبی میده که هیچ وقت تشنه نشیم. مثلا مثل شما تو نمایشنامه وقتی میخوای خوش بگذرونی ولی باید یه کاری بکنی ولی فکر میکنی نه اگر برم خوش بگذرم الان خوبه ولی فقط برای اون لحظه خوبه به خاطر اینکه تو فاینالت کار خوبی نمیکنی ولی خدا بهت اون خوش بگذرونی رو میده برای همه زندگی اگر کاری که اون بخوای. دقیقاً همیشه به اون میده. ولی یه چیزی هم که خدا تو کلامش میگه اینه که میگه نذارین دیگران از شما استفاده کنن واسه گناههای خودشون. مثل مثالی که تو کلام هست مثل یوسف هست که میگه اون اتفاقی که واسش افتاد و خدا میگه اجازه ندید که دیگران از من و تو از ماها و از شما از تو مخصوصا استفاده کنه که بقیه گناهانشون رو انجام بدن. بله. که از یه جوری هم مثلا اون احساس رو بندازن رو شما مثلا رو تو بندازن که تو هم بری همون کارا رو هم بکنی و یه جوری میشه که اونا هم فکر کنن آره همون جوری که داشتین حرف می‌زدین راجبش که یه جوری اون گناه رو آوردن پایین. گفتن اگر هممون بکنیم گناه بزرگی نمیشه ولی اگر فقط سوگل میرفت میکرد و همون میگفتیم نه ببینیم تقلبه و 4 نفرمون میگفتیم نه این تقلبه این خوب نیست این بده بعد یهو سوگل میگفت نه فکر کنم خوب نیست و به احتمال قوی نمیکرد. ولی نه که هر چی که آدمای بیشتر داشته باشن مثلا 4 تا به داشته باشن بله خیلی اون 4 نفره میبرن همیشه اونایی که بیشتر باید. یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم اینه که گرفتن جلوی این خیلی آسونه فقط ما باید بگیم نه و خداوندم به ما اون قدرت رو میده که بگیم نه. مثل اینکه اول آره راسته سخته مثلا دیدین که تو همون صحنه‌ای که ما داشتیم یا تو اون نمایشنامه‌ای که ما هممون بازی کردیم اول برای من سخت بود بگم نه و هنوزم تا آخر نمایشنامه سخت بود نمیتونستم بگم نه ولی وقتی اولین بار بگم نه دومین بار راحت تر میشه سومین بار راحت تر میشه و یه جوری من میتونم اثر بذارم رو شما. من میتونستم اگر میگفتم نه احتمال قوی یکی ها که میگفتیم فکر کنم آرمان راست میگه یا سینا حرفش درسته. آرمان جان خیلی قشنگ گفت. من یاد چی انداخت اینو یاد باشگاه یا همون جیم رفتن وقتی شروع می‌کنی وزنه برداری کردن اولش سخته واسط وقتی همینجوری میزنی اون ماهیچه رو انگار تمرین میده آدم که بیشتر بتونه کار کنه بزرگتر و بزرگتر میشه و بیشتر میتونه. ولی فرقش اینه یه داستانی گفت در مورد کیک و یادته؟ مثل یه مامانه که میخواد یه کیک با بچه‌ش رو درست کنه ولی خودش نمیتونه بگه
برو بچه من یه کیک درست کن، باید نشون بده بهش، میدونی؟ خدا همینطور به ما نشون میده چجوری میده، کمک هم میکنه. آره. ما نمیذاره تنهایی که بریم مثلا درست قوت کنیم. میده به ما. بعد میتونیم کارهای بزرگ بکنیم. و فرقش هم همونه که خودمون نیستیم. اصلا من میرم بعضی وقتا خودمم، منم که دارم اینجوری میکنم، ولی توی این مسئله خداونده که ما رو به ما قدرت میده که ما تو میتونیم سختی‌ها باید یادمون باشه که خدا همیشه اونجا هست. یه در باز هست. تو این سختی‌ها که ما میبینیم که هیچ جایی ما نمیتونیم بگیم نه، یه در بازه که ما میتونیم بگیم. چه خدای خوبی داریم واقعا، نه بچه‌ها؟ واقعا خدای ما بی‌نظیره. خیلی من خدا رو شکر. خب ببخشید که من بعد برم کلاس نداشتیم دوباره دارم. خب بودی حالا می‌خواستی ببینیم چی بکنیم. خیلی خوشحالم و از این بابت که تو میای در کنار ما میشینی خدا رو شکر میکنم. در کنار ماها هستی و حرفای ما رو گوش میکنی و خیلی خوشحال میشم اگه بتونم ازت بشنوم. ایمیل میتونی به من بزنی، میتونی به ما تلفن بزنی، با هر کدوم از بچه‌هام که دلت بخواد میتونی صحبت کنی. شاید برای تو هم این موضوعی که امروز راجع بهش صحبت کردیم، همون دوستی‌های غلط اتفاق افتاده. و شاید با خودت فکر کردی که نمیتونی بهشون نه بگی چون که میخوای مثل اونا باشی و میخوای مثل اونا خوش بهت بگذره. ولی شاید با قوت خودت هم سعی کرده باشی این کار رو انجام بدی و هیچ وقت نتونستی. ولی امروز میخوام اینو بهت بگم. خدا زنده است و خدا تو رو اونقدر دوست داره که میخواد بهت این قوت رو بده تا به اون دوستات بگی نه. همونجوری که این موها رو دیدی، اون فقط یه تئاتر نبود، واسه زندگی تک تک ما هم اتفاقا افتاده و میفته هنوز. ولی وقتی به خدا اطمینان کنیم، وقتی به خدایی که عاشقمون و دوستمون داره اطمینان کنیم، اون قوت رو به ما میده تا بتونیم بگیم نه. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودی. واقعا خوشحالم از اینکه با ما هستی و دوستت دارم و امیدوارم که امشب که دعا میکنی خدا باهات ملاقات کنه و بدون که ملاقات میکنه و تو رو شفا میده. تا هفته دیگه، خدا.